امروز میخوام براتون داستان فیلم توقف حین سفر رو توضیح بدم که در سال 2017 منتشر شد. توی صحنه ابتدایی فیلم کیت رو میبینیم که معلم زبان انگلیسیه و حین تدریس توی کلاس متوجه میشه یکی از بچه‌ها داره یواشکی کتاب کامیک میخونه. کامیک یه نوع کتاب تصویریه. اون اسم بچه رو صدا میزنه و ازش میخواد کتابو بلند برای همه بخونه. وقتی اون شروع به خوندن میکنه کیت به کامیک علاقه‌مند میشه. ولی بعد مدیر مدرسه میاد و وضعیت کلاس رو میبینه و از کیت میخواد که به دفترش بره و غیر مستقیم از کیت میخواد که استعفا بده. یه جای دیگه دختری به اسم مگان رو میبینیم که یه فروشنده است و میخواد که محصولات آرایشی بهداشتی به یه شرکت بفروشه و وقتی موفق نمیشه با عصبانیت از اونجا بیرون میاد. وقتی مگان میاد بیرون میبینه که پلیس داره ماشینش رو میبره چون اون ماشینش رو توی منطقه پارک ممنوع پارک کرده بود. بعد کیت از مدرسه میاد خونه و متوجه میشیم که اون دوتا با هم دوست صمیمی‌ان و با هم زندگی میکنن. کیت میبینه که مگان از شوک اینکه زندگیش به فنا رفته میرقصه. بعد مگان در مورد روزش با کیت صحبت میکنه و میگه نتونسته هیچ محصولی بفروشه و پلیس هم که ماشینش رو به خاطر پارک کردن توی محوطه پارک ممنوع برده. کیت هم میگه که مدیر ازش خواسته تا از شغلش استعفا بده. روز بعد ساعت 4 صبح مگان کیت رو از خواب بیدار میکنه و بهش میگه اونا باید یه جایی برن. کیت میگه صبح در موردش صحبت میکنن ولی مگان میگه پروازشون 3 ساعت دیگه میپره. کیت نمیخواست که بره ولی مگان بلیط‌ها رو رزرو کرده بود و کیت مجبور بود که باهاش همراهی کنه. بعد از اینکه به فرودگاه میرسن میبینن که صف پذیرش خیلی طولانیه و اگه توی این صف بایستن قطعاً پروازشون از دست میدن. بعد مگان به این طرف و اون طرف نگاه میکنه و میره با پسری که اونجا مسئول بود صحبت میکنه و راضیش میکنه تا بذاره اونا بدون اینکه توی صف بایستن برن. هر دوشون سوار هواپیما میشن. کیت روی صندلی کنار پنجره میشینه و مگان روی صندلی دیگه میشینه. چون کیت ترس از ارتفاع داره، یه قرص ضد استرس میخوره. بعد یه پسر میاد و روی صندلی بین این دوتا میشینه. اون پسر یه آتیش نشان بود و هر دوشون خیلی از پسر خوششون میاد و هر دوتا سعی میکنن که توی پرواز با پسر صحبت کنن. کیت یه قرص دیگه میخوره و خوابش میبره. بعد خلبان اعلام میکنه که به خاطر طوفانی که توی فلوریدا هست هواپیما باید در فرودگاه سن لوئیس بشینه. اون دوتا دوست یه اتاق توی یه هتل توی سن لوئیس اجاره میکنن تا پرواز بعدی برسه. اونجا پذیرش هتل بهشون میگه که چمدون مگان توی فرودگاه گم شده. بعد مگان و کیت سوار آسانسور میشن تا به اتاقشون برن و اونجا رایان رو میبینن. همون آتش نشانه. اون میگه برای عروسی دوستشون جاست ولی هنوز تا عروسی چند روزی مونده و اونا رو به نوشیدنی دعوت میکنه. هر دوشون قبول میکنن. وقتی به اتاق میرسن مگان یادش میاد که چمدونش گم شده و از کیت میخواد که لباسش رو بهش قرض بده تا بپوشه و برن. کیت میگه فقط یه پیرهن داره و اونو بهش نمیده. بعد میبینیم که کیت تنهایی رفته تا رایان رو ببینه و اون ازش میپرسه که مگان کجاست. کیت میگه که نمیدونه و همینطور که حرف میزدن مگان با یه لباس رسمی هندی وارد میشه. رایان از دیدن مگان سورپرایز میشه چون اون خیلی زیبا شده. بعد اونا اخبار رو میبینن که طوفان گسترش پیدا کرده و پرواز اونا بازم به تأخیر میخوره. به خاطر همین رایان ناراحت میشه و برای اینکه حالش رو خوب کنن مگان و کیت با هم کنارش میرقصن. توی هتل کیت و مگان به خاطر رایان شروع به دعوا میکنن. روز بعد اون سه تا تصمیم میگیرن که سوار بالون بشن ولی کیت از ارتفاع میترسه. به خاطر همین رایان میگه مجبور نیستیم که این کارو انجام بدیم. مگان میگه که مهم نیست و اون و رایان میرن سوار بالون میشن و کیت میتونه بره. کیت نمیخواد مگان و رایان رو با هم تنها بذاره و موافقت میکنه که باهاشون بره. اونا وارد بالون میشن و کیت حسابی میترسه. بعد مردی که کنترل بالون در دست داره به کیت میگه که اونا الان در ارتفاع 5000 فیت قرار دارن. کیت بعد از شنیدن این خیلی میترسه و رایان سعی میکنه که آرومش کنه. بعد مگان بطری شامپاین رو باز میکنه و درش میخوره توی چشم مردی که بالون رو در دست داشت. و اون یکی چشمش هم زخمی میشه. اونا مجبور میشن که بالون رو توی مهمونی بچه‌ها فرود بیارن و بعد اونا به هتلشون برمیگردن. روز بعد دو تا دوست میرن کافه و کیت در حال خوردن آب میوه بود. همون موقع میبینن که رایان با چمدون داره یه جایی میره. اونا میدونن سمتش و ازش میپرسن که کجا میره. رایان میگه که میره عروسی دوستش. بعد از این مگان و کیت از رایان میپرسن که میتونن باهاش به عروسی برن و رایان قبول میکنه. بعد همه میرن توی ماشین و راننده این ماشین یه مرد به اسم گرگه. توی راه مگان به دستای رایان لوسیون میزنه. کیت با دیدن این حسودی میکنه و یه عکس از بچگی‌های مگان به رایان نشون میده که خیلی عجیب به نظر میرسیده. اونا برای بنزین زدن متوقف میشن و کیت میره تا از دستشویی اونجا استفاده کنه. و هم میبینه که اونجا حسابی کثیفه ولی بازم از دستشویی استفاده میکنه. مگان در دستشویی از پشت میبنده و کیت اونجا گیر میافته و مجبور میشه که از پنجره بیرون بیاد.
ولی همه لباسای کیت کثیف میشه و بعد رایان اونو میبینه و ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاده. کیت میگه یه نفر در دستشویی قفل کرده بوده. بعد کیت خودشو تمیز میکنه و همشون به سمت محل عروسی راه میافتن. توی راه کیت از قصد تظاهر میکنه که آسیب دیده و رایان ماساژش میده و مگان با دیدن این صحنه خیلی عصبی میشه. برای انتقام توی بطری شامپاین قرص خواب میریزه و اونو به کیت میده تا بنوشه. ولی کیت این کارو نمیکنه. بعد گرگ بطری رو میگیره و کلیشو مینوشه. مگان به گرگ میگه خیلی وقت رانندگی میکنه و احتمالاً خسته شده و پیشنهاد میده تا اون رانندگی کنه. ولی گرگ میگه به کمک هیچ کس نیاز نداره. بعد از چند ساعت هر سه میخوابن و گرگ هم بالاخره از هوش میره و تصادف میکنن. اونا مجبور میشن اون شبو توی یه اقامتگاه بگذرونن. کیت قرصای خوابو توی بطری مشروب میبینه و بعد یه اتاق جدا برای خودش روی اقامتگاه رزرو میکنه. بعد از چند ساعت کیت میره تا یه نوشیدنی سرد بخره و اونجا رایانو میبینه. رایان بهش میگه تو همیشه با دوستتی و من فرصت نکردم که خصوصی باهات صحبت کنم و بعد اونا بالاخره به هم نزدیک میشن. از طرف دیگه مگان توی یه بار محلی در حال نوشیدن بود و بعد گرگ میاد پیشش و اون دوتا با هم حرف میزنن. صبح روز بعد موقع صبحانه مگان میگه ما نباید دوستیمونو به خاطر یه پسر خراب کنیم و از دهنش در میره و میگه که با رایان صمیمی شده. کیت میفهمه که مگان هم به رایان نزدیک شده و عصبی میشه و شروع میکنن سر هم داد زدن. بعد وسط دعوا یه کمد میفته روی دوتاشون. گرگ اونا رو بلند میکنه و صاحب هتل با پلیس تماس میگیره. بعد گرگ به پلیس میگه که میخواسته رایان رو به موقع به عروسی دوستش برسونه. ولی وقتی اکانت گوگل پلاس رایان رو چک میکنه میبینه که عروسی که میخواسته بهش برسه عروسی خودش بوده و این قضیه رو به دخترها میگه. یه لحظه ویدیو رو پاس کنید. برای حمایت از ما حتما این ویدیو رو لایک کنید. اگه عضو کانال نیستین حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا وقتی ویدیو جدید منتشر میشه سریع با خبر بشید. اونا حسابی تعجب میکنن و از پلیس خواهش میکنن آزادشون کنه تا بتونن عروسی رو متوقف کنن. بعد اونا به هتلی که عروسی اونجا برگزار میشه میرن و میفهمن که دیر رسیدن. بعد رایان با دیدن اونا فرار میکنه ولی دخترها بهش میرسن و بهش میگن که اون از هر دوشون سوء استفاده کرده. ولی رایان میگه هر دوشون از اول میخواستن باهاش باشن. بعد رایان میگه که با عروس از زمان دانشگاه دوست بوده و ازشون میخواد که زندگیشو خراب نکنن. زن رایان میرسه و اون دوتا میبینن که زن رایان خیلی سختگیره و رایانو سرکوب میکنه. دخترها که این صحنه رو میبینن میگن چی بهتر از این که بعد از عروسی حسابی پشیمون میشه. با فکر کردن به همه قضایا دخترها به فرودگاه برمیگردن و میفهمن که پروازشون 4 ساعت بعده. مگان به مغازه گرگ میره تا اونو ببینه و یکم با هم حرف میزنن. بعد مگان بهش نزدیک میشه. بعد از این مگان به فرودگاه برمیگرده و به کیت میگه شاید بهتر باشه اونا دیگه با هم زندگی نکنن و این به معنی این نیست که دیگه همو نبینن. حتی بیشتر از قبل با هم وقت میگذرونن و کیت هم موافقت میکنه. کیت به مدرسه برمیگرده و به مدیر میگه که شغلش رو رها نمیکنه. با شنیدن این حرف مدیر میگه کسی ازش نخواسته که شغلش رو رها کنه، بلکه ازش خواسته دیگه معلم زبان نباشه و مربی والیبال بشه. کیت این پیشنهاد قبول میکنه و از طرف دیگه مگان با گرگ وارد رابطه میشه و اینجا فیلم تموم میشه. امیدوارم لذت برده باشید. اگه از این فیلم خوشتون اومد حدس میزنم از فیلمایی که اینجا بهتون نشون میدم هم خوشتون میاد. پس اونا رو هم از دست ندین.